إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أفلا يتدبرون القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. حمد و سپاس مخصوص الله است که قرآن را بر بنده اش محمد نازل کرد و هیچ گونه انحرافی در آن قرار نداد. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. کتابی استوار از جانب او تا کافران را از عذاب سختش بیم دهد و به مؤمنانی که کارهای شایسته انجام می‌دهند مژده دهد که پاداش نیکویی برای ایشان است. ماکثین فیه ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا. همان بهشتی که جاودانه در آن خواهند ماند و نیز کسانی را که گفتند الله فرزندی برای خود برگزیده است بیم دهد. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. نه خودشان به این گفتار نادرست علم و یقین دارند، نه پدرانشان. سخن ناپسندی است که از دهانشان بیرون می شود و جز دروغ نمی گویند. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. پس شاید اگر به این سخن ایمان نیاورند به خاطر تأسف و اندوه بر پیامد کارشان خود را هلاک کنی. إنا جعلنا ما على الأرض زینة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ما آنچه را که روی زمین است زیوری برای آن قرار داده ایم تا مردم را بیازماییم که کدامشان نیکوکارترند. و انا لجاعلون ما علیها صعیدا جرزا. و ما سرانجام آنچه را که روی زمین است به بیابانی خشک و بیگیاه تبدیل خواهیم کرد. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. آیا پنداشته ای که ماجرای اصحاب کهف و آن سنگ نوشته که نامشان بر آن حک شده بود از جمله نشانه های شگفت‌انگیز و غیر ممکن ما بوده است؟ هرگز چنین نیست. اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. هنگامی که آن جوان مردان به غار پناه بردند و گفتند پروردگارا ما را از سوی خود رحمتی عطا کن و در کار هجرت ما برایمان هدایت و تعالی فراهم ساز. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. پس در آن غار بر گوشهایشان تا سالیان دراز پرده ای کشیدیم تا صداها را نشنوند و به خواب روند. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. سپس آنان را بیدار کردیم تا بدانیم کدام یک از آن دو گروه مدت ماندن خود را بهتر حساب کرده است. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ما داستان آنان را به درستی برای تو بازگو می کنیم.
آنان جوان مردانی بودند که به پروردگارشان ایمان آورده بودند و ما نیز بر هدایتشان افزودیم. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. و دلهایشان را استوار نمودیم آنگاه که در مقابل پادشاه کافر قیام کردند و گفتند پروردگار ما پروردگار آسمان ها و زمین است و ما هرگز جز او معبودی را نمی پرستیم که در غیر این صورت سخنی گزاف و باطل گفته ایم. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. سپس به همفکرانشان گفتند این قوم ما که معبودانی جز الله برای خود برگزیده اند چرا دلیل آشکاری بر حقانیت آنان نمی آورند؟ پس کیست ستمکارتر از آن که بر الله دروغ ببندد؟ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. پس چون از آنان و از آنچه که جز الله می پرستند کناره‌گیری کردند به غار پناه برید تا پروردگارتان از سایه رحمت خیش بر شما بگستراند و در کارتان گشایشی پدید آورد. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. و اگر آنجا بودی خورشید را می‌دیدی که به هنگام طلوع به سمت راست غارشان متمایل می‌گردد و به هنگام غروب از سمت چپ آنان برمی‌گذشت و آنان در محل وسیعی از آن غار قرار داشتند. این از نشانه‌های قدرت الله است. هر کس را الله هدایت کند پس او هدایت یافته واقعی است و هر که را گمراه کند هرگز یاور و راهنمایی برای او نخواهی یافت. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. و اگر به آنها نگاه می کردی می پنداشتی بیدارند در حالی که با چشمان باز خفته بودند و ما آنان را به پهلوی راست و چپ می گرداندیم تا بدنشان آسیب نبیند و سگشان دستهای خود را به حالت پاسبانی بر دهانه غار گشوده بود. اگر به آنان نگاه می کردی قطعاً از وحشت فرار می کردی و از آنان سخت می ترسیدی. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. و این گونه ما آنان را از خواب بیدار کردیم تا از یکدیگر سؤال کنند. یکی از آنان گفت چه مدت خواب بودید؟ گفتند 1 روز یا بخشی از 1 روز. سرانجام گفتند پروردگارتان داناتر است که چقدر خواب بودید. پس اکنون 1 نفر از خودتان را با این سکه‌ای که دارید به شهر بفرستید تا ببیند کدام یک از فروشندگان آنجا
کاسبی و غذایش پاکیزه تر است و از آن غذایی برای شما بیاورد و باید زیرکی و پنهانکاری کند و هیچ کس را از حال شما آگاه نسازد. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. بی تردید اگر آنان مکانتان را بدانند و بر شما دست یابند سنگسارتان می کنند یا شما را به آیین خیش باز می گردانند و در آن صورت هرگز رستگار نخواهید شد. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. و بدین گونه مردم آن سرزمین را از حال آنان آگاه کردیم تا بدانند که وعده الله درباره یاری مؤمنان و برانگیختن مردگان راست و درست است و اینکه در فرارسیدن قیامت تردیدی نیست. هنگامی که مردم شهر بین خود درباره آن جوانمردان متوفا دچار اختلاف شدند، پس گروهی گفتند دیواری بر ورودی آن غار بسازید، پروردگارشان به حال آنان آگاه تر است. برخی دیگر که ناآگاه بودند و نفوذ و قدرت داشتند گفتند به نشانه بزرگ داشت بر غار ایشان پرستشگاهی می‌سازیم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم احدا. گروهی خواهند گفت آنان 3 نفر بودند و 4مین آنان سگشان بود و گروهی میگویند 5 نفر بودند و 6مین آنان سگشان بود که همه از روی حدس و گمان است و گروهی میگویند آنان 7 نفر بودند و 8مین آنان سگشان بود. بگو پروردگارم از تعداد آنان آگاه تر است، جز گروه کمی تعداد آنان را کسی نمی‌داند. پس درباره آنان گفتگویی مختصر و بحثی آرام و گذرا داشته باش و درباره آنان از هیچ کس سؤال نکن. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. و هرگز در مورد کاری نگو فردا حتما آن را انجام میدهم، مگر اینکه بگویی اگر الله بخواهد و هرگاه فراموش کردی و ان شاء الله نگفتی پروردگارت را به خاطر بیاور و بگو امیدوارم که پروردگارم مرا به راهی رهنمون گردد که از این راه به هدایت و صلاح نزدیکتر است. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. و آنان مدت 300 سال در غارشان درنگ کردند و 9 سال نیز بر آن افزودند. قل الله اعلم بما لبثوا له غیب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولی ولا يشرك في حكمه احدا. ای پیامبر بگو الله از مدت ماندنشان در غار آگاه تر است، غیب آسمان ها و زمین از آن اوست، به راستی چه بینا و چه شنواست. آنان هیچ یار و سرپرستی جز او ندارند و او هیچ کس را در حکم خود شریک نمی کند. واتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماته ولن تجد من دونه ملتحدا.
و آنچه از کتاب پروردگارت به تو وحی شده تلاوت کن. هیچ کسی نمیتواند سخنان پروردگارت را دگرگون سازد و هرگز پناهگاهی جز او نمیابی. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. و با کسانی همراه باش که پروردگار خود را صبحگاهان و شامگاهان می‌خوانند و تنها رضایت او را می‌طلبند و هرگز به خاطر زیورهای دنیا چشمانت را از آنان بر ندار و از کسی پیروی نکن که دلش را از یاد خود غافل ساخته ایم و از هوای نفس خیش پیروی کرده و کارش تباه است. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. ای پیامبر بگو این قرآن حق است از سوی پروردگارتان، پس هر کس می‌خواهد ایمان بیاورد و هر کس می‌خواهد کافر گردد. ما برای ستمکاران آتشی آماده کرده ایم که سراپرده‌هایش آنان را از هر سو احاطه کرده است و اگر در طلب آب فریادرسی بجویند آبی همچون مس گداخته به ایشان داده می شود که حرارتش چهره ها را بریان می کند. چه بد نوشیدنی و چه بد جایگاهی است. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند یقینا ما پاداش نیکوکاران را تباه نخواهیم کرد. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. آنانند که بهشت جاودان برای ایشان است که جویبارها از زیر درختان جاری است. در آنجا با دستبندهای زرین آراسته میشوند و جامه‌های فاخر سبز رنگ از حریر نازک و دیبای ضخیم در بر می‌کنند، در حالی که بر تخت‌ها تکیه زدند. چه پاداش شایسته و چه جایگاه نیکویی است. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. و ای پیامبر برای آنان مثالی بزن، دو مرد کافر و مؤمن که برای یکی از آنان که کافر است 2 باغ از انگورها قرار دادیم و پیرامون آن 2 باغ را با درختان نخل پوشاندیم و در میان آن کشتزار پرباری قرار دادیم. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. هر 2 باغ میوه داده بود و چیزی فروگذار نکرده بود و میان آن 2 باغ نهری بزرگ جاری کرده بودیم. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. صاحب این 2 باغ میوه‌های بسیار و درآمد فراوانی داشت. پس به دوست خود که با او گفتگو می‌کرد گفت ثروت من از تو بیشتر است و از لحاظ افراد از تو نیرومندترم. و دخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبید هذه ابدا. و در حالی که وی در حق خیش ستمکار بود به باغ خیش داخل شد و گفت
گمان نمی کنم که این باغ هرگز نابود گردد. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. و باور نمی کنم که قیامت برپا گردد و اگر قیامتی در کار باشد و به سوی پروردگارم بازگردانده شوم قطعا جایگاهی بهتر از این خواهم داشت. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. دوست وی که با وی گفتگو می کرد به او گفت آیا به آن کسی که تو را از خاک و سپس از نطفه آفرید و سپس تو را مردی کامل قرار داد کافر شدی؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. اما من میگویم الله پروردگار من است و هیچ کس را شریک پروردگارم قرار نمیدهم. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. هنگامی که وارد باغت شدی چرا نگفتی هرچه الله بخواهد همان می شود و هیچ نیرویی جز به تأیید الله نیست و اگر می بینی من از نظر مال و فرزند از تو کمترم مهم نیست. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. شاید پروردگارم چیزی بهتر از باغ تو به من بدهد و چنان کیفری از آسمان بر باغ تو فرو فرستد که آن را به زمین بیگیاه لغزنده‌ای بدل کند. او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. یا آب آن در عمق زمین فرو رود تا هرگز نتوانی به آن دست پیدا کنی. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. سرانجام عذاب الهی فرا رسید و تمام میوه‌هایش را در بر گرفت و نابود شد و او به خاطر هزینه‌هایی که صرف آنجا کرده بود پیوسته دستهایش را بر هم میزد در حالی که داربستهای آن فرو ریخته بود و می گفت ای کاش در پرستش کسی را شریک پروردگارم قرار نداده بودم. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. و او که به نفرات خود میبالید گروهی نداشت که در برابر عذاب الله یاریش کنند و خود نیز نتوانست که خیشتن را یاری کند. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا و خير عقبا. در آنجا ثابت گردید که کمک و یاری از آن پروردگار حق است. اوست که بهترین پاداش و بهترین عاقبت را برای مؤمنان دارد. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. ای پیامبر، زندگی دنیا را برای آنان به آبی تشبیه کن که از آسمان فرو می‌فرستیم و به وسیله آن گیاهان زمین سرسبز می‌شوند و در هم می‌آمیزند، اما پس از مدتی می‌خشکد و بادها آن را به هر سو پراکنده می‌کنند و الله بر هر کاری تواناست. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. مال و فرزندان زینت زندگی دنیاست و نیکی‌های ماندگار نزد پروردگارت بهترین پاداش را دارد و بهترین امید برای خوشنودی الله است. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا.
و یاد کن روزی را که کوه‌ها را به حرکت در می‌آوریم و زمین را آشکار و هموار می‌بینی و همگان را گرد می‌آوریم و هیچ یک از آنان را فروگذار نمی‌کنیم. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. و آنان به صف بر پروردگارت عرضه می‌شوند و به آنان می‌فرماید به راستی همان گونه که نخستین بار شما را آفریدیم باز همگی نزد ما آمدید، بلکه شما می‌پنداشتید که ما هرگز موعدی برایتان قرار نخواهیم داد. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. و نامه اعمال شما در آنجا نهاده می شود، پس گناهکاران را از آنچه در آن نامه است ترسان می بینی و می گویند ای وای بر ما، این چه کتابی است که هیچ عمل کوچک و بزرگی را فرو نگذاشته مگر اینکه آن را به شمار آورده است و آنان آنچه را که انجام داده اند حاضر می یابند و پروردگارت به هیچ کسی ستم نمی کند. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. و ای پیامبر یاد کن زمانی را که به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده کنید، پس همه سجده کردند به جز ابلیس که از جن بود و از فرمان پروردگارش سرپیچید. پس آیا او و فرزندانش را به جای من دوستان خود میگیرید حالان که آنان دشمن شما هستند؟ ستمکاران مشرک چه بد جایگزینی به جای الله دارند. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. من آنان را که به ناحق به پرستش میگیرید نه هنگام آفرینش آسمان و زمین به شهادت طلبیدم و نه به هنگام آفرینش خودشان، و من آن نیستم که گمراهگران را دستیار خود گیرم و هیچ یار و یاوری نمیخواهم. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. و برایشان یاد کن روزی را که الله به مشرکان میفرماید شریکانی را که برای من میپنداشتید فرا بخوانید تا شما را از عذاب برهانند، پس آنان را میخوانند ولی آنان پاسخشان را نمیدهند و ما در میان این دو گروه مهلکه ای از آتش دوزخ قرار داده ایم. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. و گناهکاران آتش دوزخ را می‌بینند و به یقین در می‌یابند که در آن خواهند افتاد و از آن هیچ راه گریزی ندارند. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. و به راستی در این قرآن هر گونه مثلی برای مردم بیان کرده ایم، ولی انسان بیش از هر چیزی به مجادله می‌پردازد. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. و چیزی مردم را باز نداشت
که وقتی هدایت اسلام به سویشان آمد ایمان بیاورند و از پروردگارشان آمرزش بخواهند، مگر اینکه از روی لجاجت می‌خواستند سنت الله در مورد عذاب پیشینیان برای آنان نیز بیاید یا عذاب آشکارا در برابرشان بیاید. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. و ما پیامبران را جز بشارت دهنده و بیم دهنده نمیفرستیم و کسانی که کافر شدند همواره به باطل مجادله می کنند تا به وسیله آن حق را پایمال کنند و نشانه های من و آنچه را که به آن بیم داده شده اند به باد تمسخر گرفتند. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. و کیست ستمکارتر از آن که به آیات پروردگارش پند داده شود و از آن روی بگرداند و آنچه را که پیش فرستاده فراموش کند. ما بر دلهای آنان پرده‌هایی افکنده ایم تا پیام حق را در نیابند و در گوشهایشان سنگینی قرار داده ایم و اگر آنان را به سوی هدایت بخوانی قطعاً هرگز هدایت نمی‌شوند. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. ای پیامبر، پروردگارت آمرزنده و دارای رحمت است. اگر می‌خواست کافران را به سزای رفتار و کردارشان بازخواست کند در عذابشان شتاب می‌کرد، اما چنین نمی‌کند، بلکه آنان موعدی دارند که هرگز از آن گریزی نخواهند داشت. و تلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. و ساکنان این شهرها را هنگامی هلاک نمودیم که به خاطر کفر و گناه به خود ستم کردند و برای هلاکتشان موعدی قرار دادیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. و یاد کن هنگامی را که موسی به خدمتکار جوان خود یوشع ابن نون گفت همچنان خواهم رفت تا به محل برخورد دو دریا برسم یا بنده درستکاری بیابم که نادانسته های خود را از او بیاموزم، هرچند که ناچار شوم مدت طولانی به راه خود ادامه دهم. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. پس چون به محل برخورد دو دریا رسیدند ماهی خود را که برای خوردن همراه داشتند فراموش کردند. پس الله آن را زنده کرد و به آب انداخت و ماهی راه خود را در دریا پیش گرفت. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. پس هنگامی که از آنجا گذشتند موسی به خدمتکار جوان خود گفت غذایمان را بیاور که از این سفر بسیار خسته شده ایم. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. یوشع گفت به یاد داری هنگامی که برای استراحت به کنار آن تخت سنگ جای گرفتیم من در آنجا ماهی را فراموش کردم و جز شیطان کسی آن را از یاد من نبرد تا به یادش باشم
و ماهی به طرز شگفت‌آوری راه خود را در دریا پیش گرفت. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. موسی گفت آن همان چیزی است که ما می‌خواستیم و جایگاه آن بنده نیکوکار همانجاست. پس جستجو کنان رد پای خود را گرفتند و از همان راه بازگشتند. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. پس در آنجا بنده ای از بندگانم را یافتند که از سوی خیش به او رحمتی عطا کرده و از پیشگاه خود به وی علم فراوانی آموخته بودیم. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. موسی به او گفت آیا اجازه می دهی همراهت بیایم تا از آن چه به تو آموخته شده و مایه هدایت و ارشاد است به من بیاموزی؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. خضر گفت تو هرگز نمیتوانی در اطاعت و همراهی با من شکیبایی کنی. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. و چگونه میتوانی بر انجام کاری که به راز آن آگاه نیستی شکیبا باشی؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. موسی گفت ان شاء الله شکیبا خواهم بود و در هیچ کاری از تو نافرمانی نخواهم کرد. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. خضر گفت پس اگر با من همراه شدی از هیچ چیز نپرس تا آنکه خود درباره اش با تو سخن بگویم. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. پس آن دو به راه افتادند تا آنکه سوار کشتی شدند. خضر کشتی را سوراخ کرد. موسی گفت آیا آن را سوراخ کردی تا سرنشینانش را غرق کنی؟ راستی چه کار ناروایی کردی. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. خضر گفت آیا نگفتم تو هرگز نمیتوانی با من شکیبایی کنی؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. موسی گفت به خاطر آنچه فراموش کردم مرا مؤاخذه نکن و در کارم بر من سخت نگیر. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. پس به راه خود ادامه دادند تا هنگامی که به نوجوانی رسیدند و خضر او را کشت. موسی گفت آیا انسان بیگناه و پاکی را بدون آنکه کسی را کشته باشد کشتی؟ به راستی کار ناپسندی انجام دادی. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. خضر گفت آیا به تو نگفتم که هرگز نمیتوانی با من شکیبایی کنی؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. موسی گفت اگر از این پس چیزی از تو پرسیدم دیگر با من همراهی نکن و از جانب من البته معذور خواهی بود. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. پس به راه خود ادامه دادند تا به اهل قریه ای رسیدند و از آنان خواستند که به آن دو به رسم مهمان نوازی غذا دهند، اما آنان از مهمان کردن ایشان خودداری کردند. آنگاه در آنجا دیواری یافتند که میخواست فرو ریزد. پس خضر آن را راست و استوار کرد. موسی گفت اگر میخواستی میتوانستی در مقابل این کار از آنان مزدی بگیری.
قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. خضر گفت اینک زمان جدایی من و تو فرا رسیده است، به زودی تو را از توضیح و دلیل آنچه که نتوانستی در برابرش صبر کنی آگاه خواهم ساخت. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. اما آن کشتی از آن بینوایانی بود که در دریا کار می‌کردند. پس من خواستم آن را معیوب کنم، چرا که بر مسیر آنان در دریا پادشاهی ستمکار بود که هر کشتی سالمی را به زور می‌گرفت. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. و اما آن نوجوان پدر و مادرش هر دو مؤمن بودند، پس بیم داشتیم که آنان را به سرکشی و کفر وادارد. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. از این رو خواستیم که پروردگارشان فرزند پاکتر و با محبتتری به جای او به آن دو عطا فرماید. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. و اما آن دیوار متعلق به دو نوجوان یتیم در آن شهر بود و زیر آن گنجی بود که به آن دو تعلق داشت و پدرشان مردی درستکار بود. پس پروردگارت خواست که آنان به حد بلوغ برسند و گنج خود را از زیر آن دیوار بیرون آورند. این رحمتی از جانب پروردگارت بود و من این کارها را خودسرانه انجام ندادم. این بود توضیح و دلیل کارهایی که نتوانستی در برابر انجام آنها شکیبایی کنی. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. و ای پیامبر، مشرکان و یهودیان درباره ذوالقرنین از تو میپرسند. بگو به زودی چیزی از سرگذشت او برای شما خواهم خواند. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. ما به او در زمین قدرت و حکومت دادیم و امکانات هر چیزی را در اختیارش نهادیم. فأتبع سببا. پس او از این امکانات برای رسیدن به اهدافش استفاده کرد. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. پس در زمین به راه افتاد تا آنکه به محل غروب خورشید رسید. چنین به نظرش رسید که خورشید در چشمه‌ای گرم و گلالود غروب می کند و در آنجا مردمانی کافر یافت. به او گفتیم ای ذوالقرنین، یا آنان را مجازات می کنی یا در میانشان روش نیکویی پیش می گیری. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. ذوالقرنین گفت اما کسی که ستم کرده و شرک ورزیده است مجازات خواهیم کرد. سپس به سوی پروردگارش بازگردانده می شود. آنگاه او را به عذابی سخت مجازات خواهد کرد. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. و اما کسی که ایمان آورد و کار شایسته انجام دهد پس در آخرت نیکوترین پاداش را خواهد داشت
و از روی آسانی و مهربانی با وی سخن خواهیم گفت و کارش را آسان خواهیم گرفت. ثم اتبع سببا. سپس ذوالقرنین از امکانات خود استفاده کرد و به سوی مشرق رفت حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، تا آنکه به جایگاه برآمدن خورشید رسید. در آنجا خورشید را دید که بر مردمانی طلوع می کند که در برابر آفتاب برایشان پوششی قرار نداده بودیم، نه سرپناهی نه سایه درختی. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. کار ذوالقرنین این چنین بود و به راستی ما از آنچه او در اختیار داشت و انجام میداد کاملا آگاه بودیم. ثم اتبع سببا. سپس ذوالقرنین از امکانات خود استفاده کرد و به جایی بین شرق و غرب رفت حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. او همچنان رفت تا به دره‌ای میان دو کوه رسید و در کنار آن دو کوه مردمی را یافت که سخنی را که به زبان بیگانه بود نمیفهمیدند. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. آنان گفتند ای ذوالقرنین، یأجوج و مأجوج در این سرزمین فساد می کنند، پس آیا ممکن است هزینه‌ای در اختیار تو قرار دهیم تا میان ما و آنان سدی بسازی؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. او گفت آنچه پروردگارم از قدرت و ثروت در اختیارم قرار داده از آنچه شما پیشنهاد می کنید بهتر است، پس مرا با نیروی انسانی یاری کنید تا میان شما و آنها سدی محکم قرار دهم. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. قطعات آهن برایم بیاورید و روی هم بچینید تا وقتی که کاملا میان دو کوه را برابر کرد و پوشاند. سپس گفت در اطراف دیواره آهنین آتش بیفروزید و در آن بدمید. آنان نیز چنین کردند تا وقتی که قطعات آهن را گداخته کرد. آنگاه گفت اکنون مس مذاب برایم بیاورید تا روی آن دیوار بریزم. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. پس از ساخته شدن سد آنان دیگر نتوانستند از آن بالا روند و نتوانستند سوراخ یا نقبی در آن ایجاد کنند. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. آنگاه ذوالقرنین گفت این از رحمت پروردگار من است و تا الله بخواهد باقی میماند، اما هنگامی که وعده پروردگارم فرا رسد آن را در هم میکوبد و وعده پروردگارم حق است. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. و در آن روز که جهان پایان میپذیرد ما آنان را چنان رها میکنیم که در هم موج میزنند و همین که در سور دمیده میشود همه را در یک جا جمع میکنیم. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. و در آن روز جهنم را آشکارا بر کافران عرضه می‌داریم. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. همان کسانی که چشمانشان از یاد من در پرده غفلت بود و توان شنیدن حق را نداشتند.
أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا اعتدنا جهنم للكافرین نزلا. آیا کسانی که کفر ورزیدند پنداشتند که می توانند به جای من بندگانم را کارساز و دوست خود بگیرند؟ بی تردید ما دوزخ را برای کافران جایگاهی پذیرایی ساخته ایم. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا. ای پیامبر بگو آیا شما را به زیانکارترین مردم در کارها خبر دهیم؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. کسانی که تلاششان در زندگی دنیا تباه گشته و خود گمان میبرند که کار نیک انجام میدهند. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. آنان کسانی هستند که به آیات پروردگارشان و دیدار او در آخرت کافر شدند. در نتیجه اعمالشان تباه شد و روز قیامت برای آنها قدر و ارزشی نخواهیم نهاد. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. آری این چنین است که به خاطر کفری که ورزیده اند و آیات و پیامبران مرا به تمسخر گرفته اند جزایشان جهنم است. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. بیگمان کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام دادند باغهای بهشت برین منزلگاهشان خواهد بود. خالدین فیها لا یبغون عنها حولا. جاودانه در آن خواهند ماند و هرگز از آنجا گرایش به هیچ جای دیگری ندارند. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ای پیامبر بگو اگر دریا برای نگارش کلمات پروردگارم جوهر شود قطعاً پیش از آن که کلمات پروردگارم پایان یابد دریا به پایان میرسد، هرچند دریاهایی دیگر همانند آن دریا به کمک آن بیاوریم. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. ای پیامبر بگو من فقط بشری عادی مثل شما هستم. به من وحی می شود که تنها معبودتان الله یکتاست. پس هر که به دیدار پروردگارش در آخرت امید دارد باید کار شایسته انجام دهد و هیچ کس را در پرستش پروردگارش شریک نسازد.